کباب برگ. نمیخوام. ایوا خب قربان این کباب کوبیده. نمیتونم قبول کنم. قربان چرا؟ اینم کله پاچه. این که نشد. وای چی نشد قربان؟ این همش گوشته. ایوا خب معلومه قربان، بهترین گوشت آهو رو از اون طرف جنگل محض خاطر شما فراهم کردیم قربان. شما بی خود کرد. وای چرا؟ چرا؟ عالی جناب، چه خطایی از ما سر زده قربان؟ آخه مادر من خانده این مدتیه که گیاهخوار شدن، دیگه توبه کردن که به گوش لب نزنن. مادر من یه مش علم میذاشتین اینجا خیال همه رو راحت میکرد. بفرمایید جناب پلنگ، این شیگو. بفرمایید این جوجه کباب بی استخوان. بفرمایید این استیک. بابا این که همش گوشته. خاک به سرم. دیدی جناب پلنگ عصبانی شدن. چی شده قربان؟ گوشت بابا، من جو میخوام. جو؟ آره جو؟ گوشنمه. چطور شد؟ این جناب جان من چیزی نبود، داشتن داستانی رو تعریف میکردن که چطور گشنه بودن و رفتن 3 تا گورخر رو به یک ضرب از هم پاره کردن و خوردن. قرار رو پاره کردن. خدایا به دادم برس، چه غلطی بود کردن. نه بابا، میگه گوره خر، اونا که تنشون خط خطیه. بابا این خط حالیش نمیشه که. تازه اون که نمیدونه تو خری. چی میفرماین؟ چیزی نیست، داشتن تعریف میکردن که یه روز توی جنگل به یک فیل بزرگ برخورد. خیلی هم گشنه بودن. بعد یه قررش میکنن و فیل جا به جا میافته و از ترس انفکتوس میکنه، سکته میکنه. فقط با یه قررش. بله دیگه، قررش که چیزی نیست. نگاه کنید. بله اختیار دارین آقا، قررش حسابی اینه. اونای دیگه میخوان ادای قررش پلنگو در بیارن، نمیتونن. اون صداهای مسخره رو از خودشون در میارن آقا. بله راستی ممکنه از جناب شیر هم خواهش کنیم یه قررش حسابی بفرماین، محظوظ بشیم آقا. بله چی فرمودن آقا؟ خواهش کردن اون کاکولاتو نخور، احمق شاخات معلوم میشه. خودتو نخارون، رنگات پاک میشه. بابا میخورم. اینه بله. میخواد قررش کنه. خواهش کردن اگه ممکنه یه خورده براشون قررش کنی. قررش یعنی چه جوری؟ همون نعره وحشتناکی که مو به تن تمام موجودات روی زمین راست میکنه. بله. قررش دیگه، قررش. آها قررش یعنی اینجوری. چطور بود؟ ببینم آقا، این یه کمی شبیه صدای گاو نبود؟ اختیار داریم باب جان من، خاندایی خودشون تا شبی 3-4 تا گاو درشت پروار میل نکنن خوابشون نمیبره. کی؟ شیر دیگه قربان، شیر. داد بیداد ما هم دیگه رفتنی شدیم. اگر بارگی رو نه جانم، یعنی تو گاو میخوری؟ شاید هم بس که گاو میل کردن صداشون یه کمی شبیه صدای گاو شده. ایوا داره بارون میگیره. آره از اون رگبارای بهاری هم هست. الان شروع میشه، باید یه فکری کرد. شاید که رنگش نکنم. یکیتون پیش من بمونین، من میترسم. جناب شیر،
بارون میاد. چطور مگه؟ هیچی، عرض کردم بارون میاد. بچه ها رفتن تو زورا. بله فقط من موندم و شما. نه خیر، ما تنها نیستیم، مهمونا دارن ما رو نگاه میکنن. بله حتما چی حتما؟ که نگاه میکنن. بله حتما. چه بارون تندیا. داده بیداد، چرا این بارون بر نمیاد؟ این خالاتون خالاتون چیه؟ خالم قربان چطور شده؟ داره پاک میشه. خیلی قربان پاک نمیشه، یعنی ببخشینا شما من چیم؟ دارین اگه جسارت نباشه شاخ در بیارید. او بله میدونین شاخ